حرام تماشا نکنید. ابتدارم از ما سوال میکنه که علاجش چی است؟ علاجش آن است که اگر نمیتونی دفع کنم و پرابلیچ که انتینا تا پرتو و بازره وقت مردم تماشا نمیکنن نمیبرن کو و وای به حال کسی که خش نگاه داشته نمیتونه. مادام که نمیتونی اسبابش نابود کن، سبب همو به فساد کشیدن تو نابود کن، انشاءالله خداوند حفظت میکنه. و ای پدرها شما مسئول هستید، فرزندا را در نزد این تلویزیون نگذارید. بسیاری پدرای بدیان که همون پرابلیس که انتینا همه همون چیزاش باقی بوده است، چیزی را کور نمیکنن. آخه مادام به همون پرابلیس که نمیتونی خاک در سر یک استار فیراد که همون کانالای حرام کور کند و همون پول تا دستی پسراتون نتین نگذارن که کور کنن پیدا کنن یگان چیزی حرامه. مواظب باشه، در خانه خود فسق فساد میاره. سلام علیکم برادرها، از شفافرما مراجعه دارم. بسیار شما برای ریش و موی سر دارو میپرسیدید. میناکسیدیل 16% اومگا ایتالیا، همچنین برادرها 5% هستای، ویتامین بیوتین هستای و همچنین سینک هستای ویتامین. برادرها اینجا کامپلیت کورس استفاده میبره، پریمیر 3 ماه دوام میکنه، در مدت 2 ماه میتونه که ریش برابره، ادام بین 3 ماه میتونه که موی سر برابره. میده که در کره مرحمت مراجعه کنید، زنگ بزنید، با همه شهرها دستیابی میکنیم. شخصانی که از شهر مسکو سرحد قزاقستان را گذشتن میخواهند، پس برای شما کمپانیای نظر و بازار علی را توصیه می‌دهیم. برادران تاجیک با تجربه کاری با ماشین‌های زمانوی شما را گرفته به سرحد قزاقستان برده و با خواست الله آورده میرسانند. برای زن و مرد فرق ندارد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر با رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. امروز شکایت میکنه که بعضی مسلمان زنها روسا را گرفتن، بعضی بدتر حتی خطایای بت پرست نمیدونن گاو پرست گرفتن. سببش چی است؟ سببش همین فیلم های حرام. به خود بیای ای مردم چیکار میکنه؟ به دست خود فرزندامون که آخر زپس طلایی ذخیره طلایی ملت ما از خود منیس میکنیم، عاقبت ما چی میشود؟ پس نظر حرام شخصت به زنا میکشد، زنایی که ریشکن است، زنایی که مردم به ناموس و به غیرت و به حمیت میکند، زنایی که غضب خدا را بالای سر مردم می آورده است. خب اکنون یک دو سخن درباره استمنا گپ زنم که جوان گفت که به دست خود حرام میکنم. حکم استمنا در شریعت چی است بچه‌ها؟ استمنا به خاطر لذت همچنان که برادر میکرده است، یعنی فیلم های فاحشی را تماشا کرده و بعدا خودش به دستش حرام میکرده است، این حرام است، حرام است. امام بیهقی در شعب الایمان از انس بن مالک رضی الله عنه حدیث را روایت کرده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول داخلين إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا فمن تاب فتاب الله عليه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود 7 طایفه مردم هستند که خدای تعالی فردا روز قیامت به اینا نظری رحمت نمی اندازد و گناه های اینا را نمی بخشد و همراه آدمای صالح محشورشون نمی گرداند، به حساب و به کتاب داخل دوزخشون می کند. قبل از تمام مردم دیگر اینا را در دوزخ می اندازد، مگر آنهایی که توبه کنند، مگر آنهایی که توبه میکنند، مگر آنهایی که توبه میکنند. 3 بار پیغمبر گفت، زیرا هر کسی که توبه واقعی میکند خداوند میبخشد گناهش. استغفر الله هایی که من گفتم از خواندن مکتوب این برادر، من گفتم در مکتوب نوشته شده نیست، نعوذ بالله. زیرا که امید نکردن بر رحمت خدا کفر است، همچنانه که از غضب خدا نترسیدن. ایمان 2 بال دارد، یک بالش امید به رحمت خدا داشتن، امید به مغفرت خدا داشتن، بال دومش از غضب خدا ترسیدن. اگر یکی از همین 2 نباشد ایمان وجود ندارد.
ایمان ببال می شود. پس شخصی که از رحمت خدا خودش محروم میداند، نعوذ بالله خوف کفر در او می رود. خداوند میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا. این مسلمان‌ها، ای بندگان من، اومد از در ابتدای آیت یا عبادی، ای بندگان من از رحمت خداوند ناامید نشوید. این الله یغفر الذنوب جمیعا، بدرستی که خدای بزرگ گناه ها را میبخشد جمعیش، به شرطی که شرک و کفر نباشد. هیچ وقت از رحمت خدا ناامید نشوید. این موضوع دیگر است، درستی ما نمیتونیم در این موضوع صحبت کنیم. خب از همه خاطر این برادر من تاکید میکنم که زینهار این برادر و دیگر برادرای مسلمان از رحمت خدا بی نصیب ندونه. نگوید که من از رحمت خدا محروم شدم. خدای بزرگ هر بنده که صدقاً توبه میکنه گناهش میبخشه. تا زمانی که جان در غرغره میآید، تا همون زمان توبه بنده پذیرفته میشود از جانب پروردگار. ببینید پیغمبر در حدیث چی میگه؟ مگر اونایی که توبه کنند، زیرا کسی که توبه کرد خداوند توبهش میپذیرد. بعد اما 7 طایفه را حضرت نامبر کرد. ناکحولیت، اولش ناکحولیت یعنی شخصی که به استمناء برای لذت مشغول میشه، به دست خود حرام میکند، خواه مرد باشد خواه زن. والفاعل، دومش لوتی. منم بدون میره با توجیکی چخیل بگم بسیار خبیح می شود، اکتیونی پیدر است. سومش والمفعول به، شخصی که با او لواطت می شود، پسیونی. خب چهارم طایفه و مدمن الخمر، شخصی که مدام شراب می نوشد، از شراب نوشی خیلی باز نمی دارد، با شراب نوشیدن از دنیا می رود. پنجم و ضارب ابویه حتی یستغیث، لط کننده پدر مادر، آزاردهنده پدر مادر که از دست این پسر داد جور میگن، اگر توبه نکنن وای به حالشون، روی جنت نمیبینن. نهایت گروه ششم والمؤذی جیرانه حتی یلعنه، اذیت دهنده همسایه، حتی که لعنتش میگن که لعنت خدا برای همسایه بود که از دستش به داد اومده. و نهایت گروه هفتم و ناکح حلیلت جاری، شخصی که بزن همسایه خودش زنا میکند. امروز بسیاری جوانمردای مسلمان قسم زیاده در روسیه هستند، در اینجا زن دارن، دختر دارن، به صاحب موندیان، به سرپرست موندیان، بدیان آدمای فاسق فاجر لعنتیه که به همین کارا مشغول بدیان. یک پسرک حتی مکتوب نوشت اهل مسجد ما، اوبای دیدش در هم مکتوبش به فکرم چکید است که رنگی تا پخش خود است. میگه مادرم حالی در روسیه هست، اینجا همراهی از نش زندگی میکرده است، همراهی شوی خالش. یک روز میگه تلفنشون گوش کرده به مادرم، این همون مادر رو میگه معشوقه همی از نام بدست، یعنی همین مردی پدرسک به خواهر و به اپا به هر دش عشق ورزی میکرده است. این نکاح نداره، این لعنتی، اما زنی خیلی هم زنش نیسته، مادام که به اپای او میرسید است. برای همین هشتونه در سر تو بگیری. هم از زنا که حرام است، گناه عظیم است، اما بازار همسایه زنا کردن با چند عقوبت‌های وزدین داره. جای اومده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به اصحابش گفت ما تقولون فی زنا، درباره زنا شما چی فکر دارید؟ اصحاب گفتن حرام، حرمه الله تعالی و رسوله فهو حرام الى یوم القیامه. گفتن یا رسول الله زنا حرام است، زنا را خدا و پیغمبر خدا حرام حکم کردند، تا روز قیامت زنا حرام است. حضرت گفت لا یزنی رجل بعشر نسوه ایسر علیه من ایزنی بامرأة جاری، اگر گفت مرد به 10 زن زنا کند برای او سبکتر می افتد از اینکه به زن همسایش زنا کند. 10 زن 10 مرد 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 10 مرد 10 ز
این حدیث بسیار حدیث کامل است، دور و دراز می رود. ما فقط همون ناکحلیتش لازم بود. یعنی ببینه پیغمبر میگه که 7 طایفه هستند که اگر توبه نکرده رفتند از دنیا مردن، خداوند اینو را اولش نظری رحمت نمی اندازد براشون، ثانیا گناهاشون نمی آمرزد و نهایت در آتش جهنم می افکند. اول ناکحلیت، کسی به دست خود استمنا میکند، خودش حرام میکند. حدیث امام بیهقی روایت کرده است، در اسنادش عبدالله ابن لهیعه نام یک شخصی است. غیر از ترمذی دیگر محدثای ابن لهیعه را ضعیف گفتند، اما در مذهب محققا و محدثای مذهبی و میگویند که اما تحسینی که ترمذیش کرده است، توثیق کرده است که این ثقه است، برای ما مقبول است. از این خاطر ابن لهیعه میگویند حدیثش مقبول است، قبول است. یعنی که در اینجا ناکحلیت گفته کسی را میگویند که به خاطر لذت، به خاطر اونکه یک لذت شهوانی ببره، به دست خود حرام میکند. از حضرت عبدالله ابن عمر سوال کردن ان رجل یعبث بذکره حتی ینزل، از مردی که با ذکر خود بازی میکند تا اینکه انزال منی میافتد، خودش حرام میکند. حضرت گفت ذالک نائک نفسه، این مرد خودش خودش وطی میکند، این شخص وطی کننده خود است، خودش با خودش جماع میکرده است. اما بالفرض اگر ضرورتی باشد، مثلا ضرورتی که امروز جوانای ما را فرا گرفته است، امکانیت زن گرفتن ندارند، بهترین راه و وسیله و بهترین وسیله نجات از این حرام ها زن است، به نکاح حلال گرفتن. اگر این امکان که پیدا نشد، پس باید جوان روزه بگیرد، همچنانه که پیغمبر خدا به جوانان مراجعت کرد یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، ای گروه جوانای مسلمان گفت هر کسی از شما قدرت امکانیت دارد باید زن گیرد. فإن لم یستطع، یعنی که کسی که قدرت زن گرفتن ندارد، نفقه زن مهیا کردن نمیتواند، بیتوتت زن خانه را برای زن پیدا کردن نمیتواند، فعلیه بالصوم فانه له وجاء، پس باید زیاد روزه بگیره، زیرا همین روزه لجام زننده مرد است، تسکین بخشنده شهوت است، شهوت انسان را تسکین میبخشد. بالفرض جوان باشه که سلامتیش هم بد است، امکانیت زیاد روزه گرفتن هم ندارد، یا با وجود روزه گرفتن هم شیطان وسوسه زیادش می اندازد. اگر خوف زنا بالای سر همین جوان اگر سایه افکند، برای همین جوان شریعت اجازه داده است استمنا را. مثلا یک دختر با او ملاقات تعیین کرد، سویدنیش نزدیک کرد، زیاد است متاسفانه ای کار. خوفی آن است که همین جوان به زنا میره و دیگه خودش نگه داشته نمیتونه. در همین صورت شریعت استمنا را اجازه داده است. یا مثلا مردی به سفر برآمد، همراهش اویلش نیست، سفرش طولانی است، خوفی آن است که به زنا میرود، زیرا دخترای نیم برهنه و نیم لچ کوچه ها پر هستند، خودش داشته نمیتوند. اگر همین خوف حقیقتا باشد، بر دروغ نه، برای لذت نه، در همین صورت شریعت استمنا را برای مردای مسلمان اجازه داده است. حضرت عبدالله ابن عباس مرد سوال کرد از استمنا که چه حکم دارد در شریعت. حضرت گفت اوف نکاح الامه خیر منه و هو خیر من الزنا. یک اوف کشید، گفت از این استمنا دیده یک کنیزه که نکاح کنه بگیره برای شما بهتر است. کنیزه مهرش بسیار اندک بود، امکانیت گرفتنش آسان بود، یعنی که تکلف زیاد لازم نیست. جوانی که خوف میبره که در همین کارهای حرام دست میزند، اگر حتی یک بیوزه را بگیره، یک سیبه را بگیره، برای او بهتر است و خوبتر است. اما این گفت از زنا بهتر است، زیرا زنا حکمش بینهایت پیش خدا شدید است و هو خیر من الزنا. امام قتاده بصری روایت میکند که از حسن بصری سوال کردیم از استمنا که استمنا چه حکم دارد، اجازه هست؟ حضرت میگه در جواب گفت کانوا یفعلونه فی المغازی،
یعنی مردایی که پیش از شما میزیستند در هنگام غزوه وقتی که به جنگ با دشمن میرفتن مدت مدید 2 ماه و 3 ماه و 4 ماه سفرشان طول میکشید به دست خودشون حرام میکردن تا اینکه خدای نکرده به زنا نروند. تصور کنه که در ملک بیگانه جنگ میکنن، یک شهری را مسخر کردن، اونجا زن و عورت‌های زیاد هستند، برای آنکه دست به زنا نزنن ببینه از ترس خدا هستی همین کارا انجام میدادیم. کانوا یفعلونه فی المغازی. از مجاهد روایت میکنند یکی از علمای بزرگ تابعین که حضرت فرمود کان من مضى یأمرون شبابهم بالاستمناء فیستعفون بذلك. شخصایی که پیش از شما میزیستند مردم بعضا جوانای صالح و آراسته خودشون به همین کار میگه امر میکردن که به استمناء دست بزنید و به همین واسطه از زیناکاری و از حرام نفسشون باز میداشتن و نگه میداشتن. از بزرگای مثل عمرو ابن دینار، حسن بصری روایت های صحیح اومده است که میگفتند که ما ارا بأسا بالاستمناء، ما باکی نمیبینیم در استمناء. وقتی که حکم لا بأس اومد در شریعت یعنی حکم جایز بدن اومده است. اما یک چیز براتون بیان کنم که در زیر تمام این جایزها یک مکروهیتی هست. در شریعت حکم اومد که جایز است یا لا بأس به، نکردنش از کردنش اولاتر است. پس اون جوانایی که خوف آن میرود بر اونها که دست به زنا میزنند، دست به حرام میزنند، در همین حالت خوف فقط باز تاکید میکنم برای لذت نه، اگر همین کار کردن شریعت اون را جایز میدوند، اجازت چو میده. اما کسی مثل این برادرمون که مکتوب نوشته است که فیلم تماشا میکنم و به دست خود حرام میکنم، اگر به همین کار مشغول باشد حرام است، حرام است. پس همون حکمی را که در حدیث اومد و پیغمبر گفت 7 طایفه هستند که خداوند در آتش جهنم می اندازد شو و با نظر رحمت به ایشان نظر نمی کند، در تحت همون حکم داخل می شود. این بود برادرای عزیز حکم استمناء. امام ذهبی در کتاب معروف کبایر خود روایت میکند از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمود من وضع یده علی امرأة لا تحیل له بالشهوة جاء یوم القیامة مغلولة یده علی عنقه. هر کسی که در بدن یک زنی بیگانه دست میرساند، خواه دست شب داره، خواه دامن شب داره، خواه چشمکش کنه، خواه نمیدونم گب بپرانه، فردا روز قیامت وقتی که مردم حشر بشوند این در غول و زنجیر حشر بشود، دستاش در غول بستگی، غول در گردنش زدیانه، دستا در غول بستگی. بعضی فیلم ها را نشون میتن همت میدونه غول چی است، یک کنده کلانه که در گردن همون زندانی ها میبندن. فَإِنْ قَبَّلَهَا قُرِزَتْ شَفَتَاهُ بِمَخَارِزَ مِنْ نَارٍ. اگر زن بوسه کرده باشد لباش با قیچی هایی که از آتش جهنم درست شده است میبرند برای بوسه زن. فَإِنْ زَنَا بِهَا نَطَقَتْ فَخِذًا وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ. اگر به شرطی که زنا کند به امر پروردگار رانش به گفتار میآید، رانی پاش گواهی میده بر ضدش. و قالت انا للحرام رکبت، میگه پروردگارو همین مرد بدبخت مرا در بالای حرام سوار کرد. فینظر الله تعالی الیه بعین الغضب، در اون صورت میگه خداوند با چشم غضب به این مرد نظر میاندازه. یک حاکم اندک یا رئیس به غضب نگاه میکنه تلخم و میکفد، یک لذتی طعام حس نمیکنه، به تصور کنه که خدا با چشم غضب به بنده نگاه کنه. فینکر یقول ما فعلتو، میگه از ترس واهمه را انکار میکنه این مردک، میگه من نکردم این در حق من تهمت است. فیشهد علیه لسانه فیقول انا بما لا یحیل نطقت، زبان بعد بگوهی میدروید، میگه پروردگارو من سخنای حرام انمو گپای حرام با زبان راندگی من گواهی میتونم با امر همین مردک بی سعادت.
و تقول عیناه انا للحرام نظرت، چشماش گواهی میتن که پروردگارا ما حرام دیدیم، به امری همین مرد حرام دیدیم. و تقول یداه انا للحرام تناولت، دستاش میگن پروردگارا ما حرام به دست قپیدیم، اخذ کردیم، لمس کردیم. و تقول رجلاه للحرام مشیتو، پاهاش میگن که ما به سوی حرام رفته بودیم، ما گواهی میتیم. و یقول فرجه انا فعلتو، فرجش میگه که من کردم، سینا را کردم. و یقول الحافظ من الملائکه و انا سمعت، و یقول الاخر و انا کتبت. ما دو ملائکه محفظه کرام الکاتبین داریم، یک نفرش میگه پروردگار من شنیدم زیناکاری بدبخته، یک نفر دیگرش میگه خداوند من گواهی میتم ننوشتمش فلان ساعت در فلان جا همین کاری حرام کرد. و یقول الله تعالی و انا اطلعت و سترت، خداوند میگه که من از همه این چیزا با خبر هستم، میدونم من گناهی همین به سعادت پوشاندم که توبه کنم، شرمندش نکردم تا اینکه توبه کنه و اصلاح کنه، اما این ملعون اصلاح نشد. فیقول الله تعالی یا ملائکتی خذوه و من عذاب اذیقوه، بعد امر خدا میشه که ای ملائکه ها، ای زبانی، ای دوزخ، این بدبخت بگیره و از عذاب هایی که من برای بنده های سرکش آماده کرده ام چشانیدش. فقد اشتد غضبی علی من قل حیاؤه منی، غضب من نسبت او کسایی که حیای اندک دارن، از من شرم نمیدارن، به نهایت سخت است. وقتی که فیلم فاحشگی را تماشا میکنی، از کجا در وجود این دیگه شرم ماند، حیا ماند. از همین خاطر برادرای عزیز به افاقه بیایید. من نتونستم که او چیزایی را که پیش خاص گذاشته بودم به اتمام برسانم، اما گمان میکنم که در اطراف سوالی برادر همین مقدار کافی است، زیرا وقتم تمام شد.